درود و سلام خدمت همه عزیزان و مخاطبان گرامی. در خدمتتون هستم با ویکلی ریویو هفته دوم از ماه فوریه از سال 2026. خب همونجور که مستحضر هستید ویکلی ریویو ها رو ما از اول امسال شروع کردیم، از ماه ژانویه تا الان 2 قسمت برای ماه ژانویه و 1 قسمت برای هفته گذشته ضبط شده. این هم قسمت 4 هستش. اگر 3 قسمت قبلی رو ندیدید پیشنهاد میکنم که حتما برید نگاه بکنید. ما ویکلی ریویو ها رو بر یک مبنایی داریم انجام میدیم، صرفا نمیایم چارت رو باز بکنیم و هر چیزی که به ذهنمون برسه رو توضیح بدیم. ویکلی ریویو ها بر مبنای استراتژی یا ستاپیه که من آموزش دادم توی قسمت اول و توی قسمت های بعدی هم دارم توضیحات بیشتر راجبش میدم، نحوه کار کردن باش یاد میدم و این رویه قراره که ادامه پیدا بکنه. این مجموعه حالا تا الان 3 قسمتش منتشر شده، هر هفته که بریم جلوتر قسمت های بعدیش منتشر میشه تا به یه مجموعه تمام و کمال برسه که هر کسی که ICT یاد گرفته، ICT بلده، ابتداییات ICT رو متوجه هست که چیه، بتونه از این مجموعه استفاده بکنه برای اینکه این ستاپ رو پیاده سازی بکنه. چون ستاپ هم راحتیه، هم خیلی ابجکتیو و بصریه، یعنی نیاز به تحلیل عجیب غریبی نداره. یک سری ملاک های خیلی بصری وجود داره که با اونا شما میتونید تحلیل لازم و جهت کشش نقدینگی رو پیدا بکنید. خب این مجموعه قراره بشه که قسمت به قسمت جزئیات بیشتری ازش در اختیار شما قرار میگیره و میتونید به هر حال ازش استفاده کنید و رایگان هم قرار منتشر بشه. هیچ هزینه‌ای از بابت چه می‌دونم ویکلی ریویو ها قرار نیست از کسی گرفته بشه و رایگان هر هفته یک قسمت ازش منتشر میشه. حالا در بین هفته ممکنه که من راجع به مطلب متفاوتی ویدیو هم تهیه بکنم، چه داخل چنل یوتیوب چه داخل چنل تلگرام قرار بدم. اونها هم طبیعتا نکات اضافیه که کسی که داره ICT کار میکنه به نفعشه که اونها رو بدونه و توی کارش میتونه تاثیر داشته باشه. خب این از این. اما خیلی از عزیزان سوال داشتن، میمدن پیوی سوال میپرسیدن از من که مثلا این روز رو چطور میشد تحلیلش کرد، آیا این درسته، آیا این غلطه. خیلی سوال مراجعه کرده بودن، دوستان از من پرسیده بودن که لطف هم داشتن. من تصمیم گرفتم برای اینکه از سوالهای تکراری جلوگیری بکنم یک گروهی رو بزنم. حالا آخر ویدیو لینکش رو در اختیار شما قرار میدم، توی کپشن این ویدیو هم احتمالا لینکش رو قرار میدم. یک گروهی بزنم که اونجا گروه پرسش و پاسخ راجع به همین مباحث این استراتژی ترید با لندن هستش. اگر سوالی در این رابطه دارید میتونید بپرسید اونجا و من سعی میکنم که سوالات مهم رو آرشیو بکنم و یک جا قرار بدم برای اینکه نفر بعدی که خواست سوال بپرسه اول سوالات مهم رو ببینه، اگه سوالش اونجا نبود بعد سوالش رو بپرسه. یه بانک سوال این شکلی هم قراره که اونجا درست بشه. خب این از توضیحات اولیه که لازم بود خدمتتون بدم. اما بریم سراغ روز دوشنبه این هفته، نماد طلا. من باز هم تکرار میکنم، ببینید ما از نماد فیوچرز طلا استفاده میکنیم برای تحلیل کردن. به شدت دقیق تره، اصلا قابل مقایسه نیست دقت این نماد با نمادهایی که مثلا بروکرها دارن ارائه میدن، با چارت هایی که بروکرهای مختلف ارائه میدن، اصلا قابل مقایسه نیست. مخصوصا برای پیدا کردن گپ ابتدای روز، گپ ابتدای هفته و ابتدای ماه اصلا شما باید از چارت فیوچرز استفاده بکنید که اینها رو درست بتونید پیدا بکنید. خب روز دوشنبه، ببینید روز دوشنبه از نظر اخبار مهمی نداشته، یعنی اخبار به رنگ قرمز یا های ایمپکتی تو روز دوشنبه وجود نداشته. خب یه نگاه به رنج کلی روز بکنید. من اول تا آخر روز رو واسهتون مشخص کردم. ببینید اول تا آخر روز به چه صورتیه. یه رنجی شما دارید و در نهایت از بالای این رنج خارج شده، در انتهای روز هم به سقف رنج برگشته.
یعنی حرکت آنچنان زیادی نداشته. این نکته رو مد نظرتون داشته باشید که روزایی که اخبار مهمی ندارن و مخصوصا این هفته‌ای که توش بودیم، هفته‌ای بودش که روز جمعه خبر CPI میخواست بیاد. خبر CPI هم طبیعتا تاثیر مهمی روی بازار میذاره، یکی از مهمترین اخبارهایی که ما داریم و طبیعیه که بازار حرکت‌های رنج زیادی تولید نکنه قبل از خبر CPI. خب این رو مد نظرتون داشته باشید. خب ببینید ما از ساعت 5 به بعد میایم بازار رو نگاه میکنیم، یعنی دقیقاً از این خط زمانی که اینجا میکشم چی میبینیم؟ ببینید لندن رو اول تکلیفش رو مشخص بکنیم. همونجور که میبینیم لندن اینجا باز شده، قیمت به سمت پایین حرکت کرده، دوباره ریتریس کرده به سمت بالاتر و دوباره به سمت پایین حرکت کرده. مجموعاً لندن من نزولیه، یعنی یک اکسپنشن نزولی میتونم در نظرش بگیرم. خب آیا تونسته نقدینگی با مقاومت پایین یا همون لو رزیستنس لیکویدیتی را تولید بکنه یا نه؟ از سمت پایین اگر نگاه کنید بله، یعنی دقیقاً این لو که اینجا هستش با این لو، این دوتا با هم دیگه یه لو رزیستنس لیکویدیتی ران ساختن. از سمت سقف چی؟ دقیقاً از سمت سقف هم همین اتفاق افتاده. مشخص کردم براتون این سقفی که ساعت 1 شکل گرفته و سقفی که ساعت 4 شکل گرفته، این دوتا سقف هم با هم دیگه نقدینگی با مقاومت پایین ساختن. خب شما به عنوان کسی که این استراتژی رو آموزش دیدید میتونید انتظار این رو داشته باشید که مهم نیست داخل لندن چه اتفاقی افتاده، سقف و کفش رو علامت بزنید، دوتا نقدینگی مد نظرتون رو. قیمت یا باید بیاد سقف رو بگیره به سمت پایین حرکت بکنه یا باید بیاد کف رو بگیره به سمت نقدینگی سقف حرکت بکنه. خب جلوتر ببینیم چه اتفاقی افتاد. توی ساعت 5:30 ما با کف آسیا، با لوی آسیا SMT داریم. ببینید من اینجا مشخص بکنم این نماد پایینی نماد فیوچرز نقره هستش، این لو با این لو اینجا SMT داره. خب و این نقطه وقتی کف هانت میشه میتونه نقطه چرخش ما، نقطه احتمالی چرخش ما باشه. حالا بعدش باید بیایم آرایی ها رو بررسی بکنیم. در درجه اول اوردر بلاک باید تایید بشه. خب که من دارم میبینم توی اینجا اوردر بلاک هم تایید شده. این دوتا کندل پشت سر همه نزولی میتونه اوردر بلاک شما باشه. خب ولی مهمترین چیزی که من همیشه گفتم باید ببینید چیه؟ اینه که FVG سعودی باید تشکیل بشه. حالا دقت کنید به این ناحیه، من اینو کامل نزدیک نشون بدم. در این لگ سعودی، در این موج سعودی که اینجا ما داریم، حالا بهتره موج نگیم که با ریتیل قاطی نشه، ولی در این حرکت سعودی که ما داشتیم اینجا اگر دقت بکنید همش رفت و برگشتیه. خب غیر از یه ناحیه ریزی که اینجا وجود داره، فقط این یه ذره FVG اینجا هست. اینجور موقع ها که شما میبینید یه مثلا لگ سعودی شما دارید، یه حرکت سعودی دارید، ولی تو تایم فریمی که دارید نگاه میکنید FVG قابل مشاهده ای ندارید، اونجا دیده نمیشه، احتمالاً باید برید تایم فریم 15 دقیقه، یعنی یه تایم فریم برید بالاتر، تو تایم فریم بالاتر نگاه بکنید. حالا اگر اینجا رو نگاه بکنید میبینید که اینجا یک FVG 15 دقیقه شکل گرفته. خب من به شما گفته بودم که مهمترین چیز دیدن FVG 5 دقیقه است. خب حالا که 15 دقیقه دیدیم چی؟ آیا این قابل قبوله یا نه؟ صد البته که قابل قبوله، اصلا بهتره، قوی‌تره، FVG تایم فریم بالاتره، پس اصلا این دلیل محکم‌تریه واسه اینکه آرایه مد نظرتون شکل گرفته. خب دوباره من برگردم به همون تایم فریم 5 دقیقه. خب پس FVG رو دارم، اوردر بلاک هم دارم. من اینو دقیقاً بیارم براتون ببینید. این FVG رو داریم، اینو میذارم اینجا که ببینید 15 دقیقه است.
FVG هست، اوردر بلاک شکل گرفته. این FVG نزولی که ما داشتیم تبدیل به IFVG شده. درسته؟ من اگر کوادرانت شما بندازید روی این ناحیه چی میبینید؟ قیمت تا 25% پایینش حرکت کرده ولی کلوز زیر نیم این IFVG هم نداده و حرکت کرده به سمت بالا. شما داخل این FVG 15 دقیقه‌ای که من کشیدم اینجا میتونید وارد پوزیشن بشید. اگر خواستید تاییدیه بیشتری در جهت خدمت شما عرض کنم اون دیدگاهی که دارید بگیرید، میتونید صبر کنید اینجا یک CIST دیگه، یعنی یک اوردر بلاک دیگه ببینید که اینجا داره تولید میشه. ببینید اینجا قیمت نقدینگی داخلی هم زده، توی اینجا CIST هم داده. توی این برگشت های به سمت این اوردر بلاک که اینجا هستش شما اینجا میتونید وارد پوزیشن بشید. این هم میتونه تاییدیه بیشتر شما باشه برای پوزیشن گرفتن. تارگت هم که همون ابتدا عرض کردم بهتون، اون نقدینگی بالای این سقف‌های تقریبا برابر که کره ما در حقیقت اینجا قرار داره. خب اگر خاطرتون باشه توی جلسه گذشته من یک نکته هایی راجع به اوپنینگ استاک مارکت و اخبار گفتم. خب این روز که اخبار نداریم ولی ساعت 9:30 رو که داریم به هر حال. ببینید شما تصور بکنید که الان خط زمانی تو اینجا، یعنی قبل از ساعت 9:30 هستید. هر چی که دارید میبینید قبل از ساعت 9:30. خب آیا قیمت قبل از 9:30 منیپولیشن خودش رو انجام داده؟ بله انجام داده. جهت کشش نقدینگی واسه همون مشخص هست یا نه؟ بله، سقف لندن و سقف آسیا با هم دیگه و این نقدینگی بالای این های ها تارگت بعدی الگوریتم هستش. خب پس دیگه اصلا قیمت دلیلی نداره به سمت پایین دوباره حرکت بخواد بکنه ساعت 9:30. یعنی میتونید احتمال بالایی بدید که وقتی 9:30 میشه قیمت مستقیما در جهت همون کشش نقدینگیش حرکت میکنه. اینجا هم ببینید یه اکسپنشن، یه ریتریسمنت، دوباره یه اکسپنشن به سمت بالا. پس دیدید این موضوع رو. این هم از روز دوشنبه که کامل بررسیش کردیم، نکات شما توجه شده و این یک روز ایدئال بوده واسه این استراتژی. خیلی ساده، قیمت لوشو زده، نقدینگی پایین رو گرفته و جهت کشش نقدینگیش مشخصا تغییر کرده به سمت سقف. ما از آرایه هامون استفاده کردیم برای اینکه بتونیم یه ورود خوب داشته باشیم و تاییدیه چرخش رو بگیریم. ببینید من اجباری نمی کنم که حتما از مارکت استراکچر شیفت استفاده بکنید. من دارم تمرکز میکنم روی آرایه ها، میگم FVG، میگم اوردر بلاک، میگم بریکر، میگم IFVG، اینها رو دارم مثال میزنم. میتونید شما MSS هم اگر جایی دیدید استفاده کنید ازش، هیچ ایرادی نداره، اما نکته مهم اینه که بتونید از آرایه ها درست استفاده بکنید. اگر MSS هم بود فبها بهتره واسه شما. خب بریم سراغ روز سه‌شنبه. ببینید دوباره بعد از لندن ما داریم بازار رو نگاه میکنیم، دقیقا اینجا. بله دقیقا ما اینجا داریم بازار رو نگاه میکنیم ساعت 5. اول تصمیم بگیریم که لندن چه کاری انجام داده. خب لندن از لحظه‌ای که باز شده یک کانسالیدیشن حوالی اوپن داشته، بعد اکسپنشن به سمت بالا، یه ریتریس و در نهایت اینجا بسته شده. خب به هر حال لندن من صعودیه، یعنی ترنده، یعنی اکسپنشن داره به سمت بالا. سوال، آیا نقدینگی لو رزیستنسی تونسته تولید بکنه یا نه؟ ببینید تا این لحظه که دارم میکشم اینجا رو، تمام این لوهای مورب کنار هم دیگه اینا نقدینگی هم. از طرف دیگری لوی اینجا با لوی اینجا یک ایکوال لوه، با لو قبلی ایکوال لوه، این لو با قبلیش هم باز ایکوال لوه. یعنی شما یک نقدینگی عظیمی دارید که زیر این لوها همه جمع شدن. ببینید 1 2 3
حالا در جلوتر میاد این هم ایجاد میکنه 4 تا نقدینگی کنار هم دارید که خیلی هم مهمن همشون. خب حالا ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. قیمت میاد از سمت سقف هم یه ایکوال های میسازه، بعد حرکت میکنه به سمت پایین، به سمت لو لندن. شما ممکنه اینجا انتظار داشته باشید که قیمت دیگه حرکت شروع بکنه به سمت پایین دیگه، که بیاد این نقدینگی ها رو بزنه، با اینکه سقف لندن هم نزده. اما اتفاقی که میفته نمیزنه اینجا رو. ما هم ستاپی تا حالا ندیدیم برای ورود، یعنی طرفی از لندن هانت نشده فعلا که من بخوام ورود بکنم، که فعلا داخل رنج لندن هست. قیمت میاد نزدیک لو لندن، نزدیک این لو یک لو دیگری میسازه. خب شما وقتی این رو میبینید میتونید مطمئن بشید که کشش نقدینگی به سمت پایینه، یعنی قیمت این لو رزیستنس ها رو الکی نمیاد بسازه، این نقدینگی ها رو داره این شکلی مهندسی میکنه. از صبح از ساعت 19:45 صبح نیویورک داره مهندسی میکنه تا ساعت 7:50. خب بی خود این کار رو انجام نمیده، که این کار رو انجام میده که ریتیل رو گول بزنه، کسایی که اسمارت مانی نیستن رو گول بزنه. که اون کسایی که اسمارت مانی نیستن چه شکلی فکر میکنن؟ فکر میکنن که اینجا یک ناحیه تقاضاست و قیمت 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار از جا حمایت شده، به سمت بالا حرکت کرده. فکر میکنن اینجا یه حمایته، در حالی که این رو مخصوصاً الگوریتم داره تشکیل میده برای اینکه استاپ اون آدم ها رو بزنه، استاپ ریتیل رو بزنه به اصطلاح. خب ما تو روز خدمت شما عرض کنم سه‌شنبه ساعت 8:30 اخبار داشتیم، اخبار مهم و های ایمپکت داشتیم. من 8:30 علامت زدم واسهتون اینجا. خب ببینیم اینجا داره چه اتفاقی میفته. قیمت بعد از این که این لو رو LR میکنه، یعنی یه کره این زیر تشکیل میده، میاد با FVG صعودی به سمت بالا حرکت میکنه. این خدمت شما عرض کنم FVG نزولی هم تبدیل به IFVG میکنه. خب شما قبل از این که اخبار ساعت 8:30 بیاد آیا جهت اصلیتون براتون مشخص است یا نه؟ هنوز که طرفی هانت نشده، که مثلا اگه پایین هانت شده بود من میتونستم انتظار داشته باشم که بعد از چرخش به سمت بالا حرکت بکنه، یا اگه بالا هانت شده بود میتونستم انتظار داشته باشم که بعد از چرخش به سمت پایین حرکت بکنه. حالا که هیچ کدومش اتفاق نیفتاده، هنوز این وسطیم، هنوز توی رنجی. خب پس تصمیم گیری برای اخبار ساعت 8:30 کار سخت تریه. خب اینو مد نظرتون داشته باشین، چون هنوز داخل دیستریبیوشن نیفتادی. در ادامه قیمت ساعت 8:30 اخبار مهمش میاد، به سمت این کره‌ای که اینجا ساخته بود بعد از لندن حرکت میکنه. این نقدینگی اینجا رو میزنه تا کجا میره؟ تا این سقفی که دقیقاً ساعت 18 ساخته، یعنی اوپن روز، میاد اینو هانت میکنه. من اینو حالا دیگه نکشیدم، ولی اینجا اگر دقت بکنید SMT هم دارید، این سقف و این سقف اینجا هانت شده و اما داخل نقره هانت نشده. خب اینجا فضای مناسبیه واسه چرخش. نقدینگی سقف لندن و سقف آسیا و اصلا سقف اول روز هم زده شده. فضای مناسبیه برای اینکه چرخش رو شما ببینید به سمت چی؟ به سمت این لو رزیستنس هایی که قبلش مشخص کردیم واسه خودمون. سقف رو گرفته، احتمال داره به سمت کف حرکت بکنه. خب من باید چی ببینم؟ اولین چیز باید FVG ببینم. FVG نزولی تایید شد. توی این کندل IFVG تایید شد. اینجا اوردر بلاک شما تایید شد. من اینا رو بکشم ببینید. اوردر بلاکتون تایید شد. IFVG تون تایید شد. FVG نزولیتون تایید شد. تمام اینا تایید شد. حالا شما اینجا منتظر هستید که قیمت برگرده داخل این FVG که تو پریمیوم هست که بتونید سل بگیرید. اما قیمت بر نمیگرده اینجا و شما اینجا جا میمونید از سل گرفتن. اینجا اصطلاحاً ایمیدییت ریبالانس شکل میگیره. داخل پرانتز مفهوم ایمیدییت ریبالانس رو با یک بار دیدن احتمالاً متوجه نمیشید. من سعی میکنم که هر جلسه اگر جایی دیدم ایمیدییت ریبالانس بود
بیشتر رو واسهتون توضیح بدم که جا بیفته تو ذهنتون دقیقاً چیه، چون یه مقدار مفهوم سختیه فهمیدن این موضوع. ببینید شادوی کندل اول با شادو بالای کندل سوم دقیقاً میاد مماس میشه، یعنی این لو با این های این یکی برابره. اینجا ایمیدیت ریبالانس شکل میگیره و قیمت دیگه عملاً دلیلی پیدا نمیکنه که بیاد این FVG بالایی رو ببینه و ریبالانسش بکنه. چرا؟ به این میگن یک بالانس سریع. زمانی که قیمت عجله داره به سمت نقدینگی سمت مقابلش یا همون DOLش کشش نقدینگیش حرکت بکنه، عجله داره، از نظر زمان باید سریعتر برسه به اونجا. زمانی که این اتفاق میفته قیمت ایمیدیت ریبالانس تشکیل میده و مستقیم حرکت میکنه به سمت پایین، دیگه نمیاد بالا اینو ریبالانس کنه بره، این بالانس سریع رو انجام میده. خب و این کندل با عرض زیاد با مقدار زیاد رو اینجا شکل میده. دقت بکنید اینجا هم باز این لو زده نمیشه، یعنی باز هم اینجا شما یه لو رزیستنس دیگه دارید تشکیل میدید. دیگه اینجا باید مطمئن باشید قیمت قراره به سمت پایین حرکت بکنه دیگه. این از صبح وقتی این همه لو رزیستنس داره تشکیل میده که بی خودی انجام نمیده، این کار مهندسی کرده برای ادامه روز. خب حالا ببینید این ایمیدیت ریبالانسی که ما اینجا دیدیم به این مفهومه که این FVG که در حالت عادی ما اینجا رو یک ناحیه بالانس نشده در نظر میگیریم، وقتی این ایمیدیت ریبالانس رو داریم اینجا دیگه این ناحیه بالانس شده است، یعنی دیگه اهمیتی واسه ما نداره این ناحیه. این FVG واسه ما مهم نیست، در حقیقت واسه الگوریتم مهم نیست و ما این رو متوجه میشیم. ضمن این که این قسمت اگر دقت کنید اون شادوهای معکوسی که بهتون گفته بودم اینجا از همونها هم دارید و این ناحیه یک ناحیه BPR این وسط. FVG که پشت BPR افتاده اهمیت نداره. خب پس این برگشتی که به سمت بالا داره شکل میگیره داخل این FVG پایینیه، من میتونم انتظار داشته باشم تا پریمیوم نیاد دیگه، تا این FVG بالایی نیاد، چون اینجا یه BPR دارم این وسط و اینجا یک بریکری دارم. ببینید این سه کندل پشت سر هم بریکر شما رو دارن تشکیل میدن. من با خط مشکی، خطچین مشکی مشخص کردم اینجا رو، قشنگم زوم بکنم که ببینید. این لو بریکرتونه که ترکیب شده با این FVG کشیده نزولی. این ستاپ یونیکورن، همونجوری که احتمالا خیلیاتون میدونید ستاپ یونیکورن، ترکیب FVG و بریکر ستاپ یونیکورن ما رو تشکیل میده. خب پس حالا شما اینجا میتونید دقیقاً توی این بریکر، این لبه پایینی بریکر که با این FVG ترکیب شده وارد بشید. استاپمون رو باید کجا بذاریم؟ پشت این بریکر میتونه استاپ مناسبی واسه شما باشه. چرا؟ چون انتظار نداریم قیمت به سمت بالاتر حرکت کنه، چون چیزی برای بالانس کردن دیگه وجود نداره. این ایمیدیت ریبالانس و این BPR به معنای اینه که این FVG دیگه قرار نیست دیده بشه و قیمت از همینجا حرکت میکنه به سمت همه این لو رزیستنس هایی که داشتیم. پس این هم پوزیشنی بودش که تو روز سه‌شنبه ما میتونستیم با این متد بگیریم. ببینید ما لندن رو مبنامون میذاریم مثل یک خطکش، مثل یک شابلون مبنامون میذاریم تا بتونیم اطلاعات دیگر رو بر مبنای اون چیزی که داریم بچینیم دورش و یک نتیجه گیری برای حرکت قیمت انجام بدیم. یک مقدار تحلیلیه، یعنی شما شاید با بار اول دیدن این موضوع کامل بهش واقف نشید، اما اگر ویدیو رو دنبال بکنید از اولین ویدیو احتمالا میتونید به راحتی باش ارتباط برقرار بکنید، چون ساده است. دیدن این لوها کنار هم دیگه خیلی چیز ابجکتیویه، یعنی شما با چشم خیلی راحت میتونید رو تشخیص بدید که دو تا لوک وقتی کنار هم دیگه ساخته میشن اینا ایکوال لو دارن میسازن. خب بریم سراغ روز بعد. این روز رو من لایو تریدش رو براتون رکورد کردم داخل کانال و داخل چنل یوتیوب هم هستش، داخل کانال تلگرام و کانال یوتیوب هم موجوده. یه پوزیشن سلی گرفتم از این بالا تا
زیر این لو لندن. ابتدا تارگتش گذاشته بودم زیر لو آسیا، یعنی زیر این لو، ولی بعدش زیر لو لندن گذاشتم که تارگت بشه حتما. خب این میگم لایو تریدش هم هست، فکر میکنم 1 ساعت و خورده ای طول کشید لایو تریدش، از این بالا تا این ساعت 8:30 که اخبار داشتیم. میتونید برید ببینید 700 پیپ روی طلا بود. خب ببینید ما لندن رو بیایم بررسی بکنیم، فکر کنیم که لندن تموم شده، ببینیم لندن چه کرده واسه ما. اوپن لندن کجاست؟ اینجاست. خب کلوزش کجاست؟ نزدیکی همون اوپنش. پس لندن من عملا کانسالیدیشنه، درسته؟ یک کانسالیدیشن به شکل وی. این یعنی اینکه نقدینگی سقف و کف لندن شما خیلی مهمه، یعنی احتمال داره قیمت کف رو بزنه به سمت سقف حرکت کنه، ممکنه سقف رو بزنه به سمت کف حرکت کنه. وقتی یک شکل به حالت وی دارید، ببینید این شکلی، یک مقدار من پررنگش هم بکنم. وقتی یه همچین شکلی میگیره، احتمال اینکه قیمت بره به سمت بالا و نقدینگی سقف رو بزنه، بعد به سمت این لوی این وی شما حرکت بکنه، لو لندن شما حرکت بکنه، خیلی زیاده. این نکته رو مد نظرتون داشته باشید، تو تشخیص نقدینگی کمکتون میکنه. خب ببینید آسیای شما پر از این نقدینگی‌های مورب کنار هم دیگه، یعنی یه کره اینجا دارید، یه کره اینجا تشکیل شده با لو لندن، با این لوی که ساعت تقریبا 24 شکل گرفته، اینجا هم یه کره دیگه دارید. پس اینا میتونه تارگت نقدینگی باشه، به شرط اینکه من در مسیر بالا رفتن نقطه انتهاییش رو متوجه بشم و چرخش رو تشخیص بدم. هر آن چیزی که بهتون گفتم رو اینجا اعمال کنیم با هم دیگه. من قشنگ زوم بکنم که ببینید. ببینید توی برگشت اول شما FVG نزولی اصلا ندارید، پس اصلا قضیه منتفیه. اما تو برگشت دوم چی؟ اولین FVG نزولیتون شکل میگیره، اوردر بلاکتون اینجا تایید میشه. ببینید این اوردر بلاک شماست، درسته؟ اینجا IFVG تون شکل میگیره، بریکرتون شکل میگیره، تمام تاییدیه‌های لازم رو اینجا شما دارید. دقیقاً توی برگشت به سمت بالا اینجا توی این FVG هم برگشته دیگه، از این تمیزتر نمیشد یک موقعیت ورود. شما دقیقاً اینجا میتونستید توی این FVG سل بگیرید، هر آن چیزی که نیاز داشتید اینجا وجود داشت واسه تایید گرفتن. FVG، اوردر بلاک، SMT هم داره، من اینو نشون نمیدم، به عنوان تمرین خودتون برید نگاه کنید ببینید SMTش با کجاست. اما SMT هم وجود داشت اینجا. خب این نقطه‌ایه که دقیقاً بازار میچرخه به سمت پایین و شما میتونید اینجا وارد بشید. حواستون باشه روز چهارشنبه ساعت 8:30 اخبار مهمی داریم، باز هم های ایمپکت داریم. من اصلا اشاره نمی کنم به اینکه عنوان اخبار چیه، چه تأثیری ممکنه بذاره و اینا، چون اصلا موضوع بحث ما نیست. صرفاً های ایمپکت یا تاثیر زیادشه که واسه ما الان مطرحه توی این مبحث. خب ببینید شما تارگت این روند نزولی، این حرکت نزولی رو میدونید کجاست، یعنی لو لندن و لو آسیا تارگت شماست. توی حرکت اولی که دراپ میکنه به سمت پایین، لو لندن رو نمیزن، دقیقاً میاد مثل روز گذشته یک لو رزیستنس دیگه تشکیل میده، اینجا میاد یک کف نسبتاً برابر دیگه ای تشکیل میده و برمیگرده به سمت بالا قبل از 8:30 اینجا. خب ما چرخش روزمون رو تشخیص دادیم به کدوم سمته، متوجه هستیم که الان قیمت در جهت دیستریبیوشن قرار گرفته، اصلاحش هم انجام داده به سمت بالا. حالا اگر اخبار بیاد به کدوم سمت میاد؟ آیا بازم به سمت بالا حرکت میکنه اگه بخواد اخبار بیاد؟ نه دیگه، دیستریبیوشن اصلی ما پایینه، اصلاحمون هم انجام شده، آماده است قیمت بخواد یه دراپ دیگه بریزه، یه حرکت دیگه بریزه که تارگت هایی که تاچ نکرده همه رو تاچ بکنه. پس توی این روز هم میتونید جهت اخبار رو حدس بزنید که چه جهتی هستش. اینا همه در راستای اون نکاتیه که هفته پیش راجع به اخبار گفتم.
شما با دونستن این که الان قیمت در جهت منیپولیشنه یا در جهت دیستریبیوشن قرار گرفته، میتونید احتمالاً جهت اخبار رو حدس بزنید که به کدوم سمت. این هم از روز چهارشنبه که خیلی روز تمیز و خیلی روز عالی بود. بریم سراغ روز پنجشنبه. ماشاءالله این هفته هر روزش میشد از این استراتژی استفاده کرد واسه کار کردن. خب بعد از لندن میایم به بازار رو نگاه میکنیم. دقیقا اینجا اینو پاک کنم، اینو پاک کنم. بعد ساعت 5 بازار رو نگاه میکنیم. لندن چی کار کرده؟ اوپن ما تو لندن اینجاست. خب قیمت یه کانسولیدیشن، حرکت به سمت بالا، یه ریس حالا به سمت پایین داشته و دوباره به سمت بالا حرکت کرد. خب چی ساخته؟ یه ترند، یه اکسپنشن صعودی ساخته. آیا نقدینگی لو رزیستنسی تونسته تولید بکنه؟ من نقدینگیامو بیام مشخص بکنم. بله اینجا یه کف نسبتا برابر تونسته بسازه. این چیزی که مشخص کردم اتفاقا اینجا ببینید یه کف نسبتا برابر تونسته بسازه. در گذشتهش یعنی چند ساعت قبلش این لو با این لو رزیستنس باز ساختن. خب از سمت پایین من لو رزیستنس هامو دارم میبینم. خب انتظاری که میتونم داشته باشم چیه؟ انتظاری که میتونم داشته باشم اینه که قیمت به سمت مخالف حرکت بکنه، مثلا سقف رو هانت بکنه و به سمت اون لو رزیستنس ها، کره هایی که من تو ذهنم دارم سمت پایین، به سمت اونا حرکت بکنه. خب ساعت 8:30 اینجا باز دوباره خبر داریم. دقیقا مثل روز گذشته که توضیح دادم خدمتتون. آیا قیمت هانتش رو انجام داده اینجا؟ این موضوع رو هم دقت بکنید. قیمت میاد لو لندن رو هم میزنه اینجا، اوردر بلاک تایید میکنه، FVG صعودی میسازه. خب توی این حرکت تارگتش کجاست؟ سقف لندنه. درسته؟ شما اینجا دارید برخلاف این لو رزیستنس ها معامله میکنید، اما اشکالی نداره چون متوجه هستید جهت اصلی نزولیه. صرفا دارید این جهت رو به سمت بالا میگیرید. مثلا دارم میگم شما که این لو لندن اینجا هانت میشه و تاییدیای لازم رو دارید، FVG میسازه، FVG صعودی، اوردر بلاک، همه اینا رو داره تایید میکنه. خب میدونید که اینو صرفا باید تا سقف لندن بگیرید و بعد از سقف لندن احتمالاً قراره که به سمت این کره های پایین حرکت بکنید. خب پس قیمت اینجا بعد از هانتی که اتفاق میفته با لو لندن، اتفاقا یه لو رزیستنس دیگه با این لو تشکیل میده اینجا و حرکت میکنه به سمت سقف. حالا آیا اینجا ما میتونیم وارد پوزیشن بشیم؟ ببینید شما دو تا FVG دارید، سه تا FVG دارید اینجا، یه دونه بالا، یه دونه دوم، یه دونه پایین. به سومیش واکنش نشون داده، یعنی از روی لبه سومی بلند شده به سمت بالا. اگر دقت بکنید ریوارد به ریسک خیلی جالبی ممکنه نداشته باشه. یعنی اگر شما اینجا به این شکل وارد پوزیشن بشی، تارگتتون رو بذارید سقف لندن، چرا؟ البته ریوارد به ریسک بدی هم نیست. ریوارد به ریسک 2 رو به شما میده. من استاپم رو گذاشتم پشت اولین کندل FVG، یعنی این FVG با 3 کندل ساخته شده دیگه. استاپم رو گذاشتم پشت اولیش و تارگت سقف لندن. یه ریوارد 2 خیلی ساده ای رو شما میتونید از این بگیرید. بعد از اینکه سقف هانت میشه شما اینجا منتظر هستید برای اینکه تاییدیه بگیرید برای سل گرفتن. خب چون تارگت های اصلی نقدینگیمون این پایین بود دیگه. درسته؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ باید چی ببینیم اینجا؟ FVG نزولی. FVG داریم آیا؟ ببینید FVG هیچ کدوم از این کندلات تا این پایین اصلا FVG شکل ندادن. اینجا همون جاییه که شما باید حواستون به تایم فریم بالاترتون باشه. یک تایمتون اضافه میکنید، ببینید یه تایم فریم بالاتر. توی 15 دقیقه بله اینجا اگر دقت بکنید توی تایم فریم 15 دقیقه هم IFVG دارید هم FVG دارید اینجا.
یعنی FVG شما اینجا توی تایم فریم بالاتر شکل گرفته که بهتر هم هست، مهمتر هم هست برام. و قیمت دوباره برگشته به سمت اون FVG، این بالانس مد نظر ما. دقت بکنید توی اینجا دقیقاً برگشته به سمت اینجا. شما میتونید اینجا وارد پوزیشن بشید به تارگت لو لندن. لو لندن این کره هایی که اینجا مشخص کردیم، لو رزیستنس هایی که اینجا مشخص کردیم. امیدوارم که ساده گفته باشم این رو و متوجهش بشید. این هم از روز پنجشنبه. بریم سراغ روز آخر که روز جمعه است. ببینید من احتمالاً برای روز جمعه یک ویدیو جداگانه قرار ضبط بکنم چون روز جمعه روز CPI بوده. شما به عنوان تریدر ICT باید این موضوع رو متوجه بشید که روز CPI اصلاً روز مناسبی برای ترید کردن نیست. شما رو به عنوان تریدر گمراه میکنه. حالا تو ویدیو مربوط به خودش احتمالاً توضیح میدم بهتون. اما بریم سراغ بررسی کردنش. به هر حال هرچند که میدونیم نباید تریدش بکنیم اما بررسیش حتما میکنیم. آسیا ما چی بوده؟ یه ترندی داشتیم به سمت بالا حرکت کرده. خدمت شما عرض کنم لندن چی؟ ببینید لندن اوپنش اینجاست، کلوزش اینجاست. یعنی اوپن و کلوز خیلی نزدیک همدیگه ای داره. شادو پایین شادو بالا زیاد. لندن من میشه کانسالیدیشن. آیا تونسته نقدینگی لو رزیستنسی تولید بکنه یا خیر؟ بله، اصلا اینجا رو شما اگر دقت بکنید اینا همه نقدینگی‌های مورب کنار هم دیگه است. پس خیلی احتمال داره که قیمت بخواد لو لندن رو بزنه، نقدینگی کف رو بگیره، بعد به سمت اون کره‌ای که مد نظرمون بود، اون بای سایدی که مد نظرمون بود بخواد حرکت بکنه. همین اتفاق هم افتاده. قیمت اومده اینجا، این دوتا کفی که مشخص کردم براتون SMT داره. شما اینجا هم توی تایم فریم 5 دقیقه خدمت شما عرض کنم FVG سعودی دارید، همینجا و همینجا اوردر بلاکتون که تایید شده، هم تو تایم فریم 15 دقیقه FVG سعودی دارید. ضمن اینکه اینجا MSS هم میتونید بگیرید. ببینید اینجا سوینگی که توی 5 دقیقه مشخصه این ITH شماست و قیمت با دیسپلیسمنت مناسب این رو شکسته به سمت بالا و خدمت شما عرض کنم که MSS شما توی این حرکت شکل گرفت. نقطه ورود ما کجا میتونه باشه؟ من مراجعه میکنم به یک تایم فریم بالاتر که بتونید FVG هاشو کنار همدیگه درست تشخیص بدید. یادتونه که من یک ویدیو ضبط کرده بودم برای شادوهای معکوسی که به این شکل تو چارت پشت دوتا FVG مثلا شکل میگیرن بین دوتا FVG. عرض کرده بودم خدمتتون وقتی همچین پدیده ای شما بین دوتا FVG دارید، FVG پایینیه نیازی قیمت نداره که دیگه بیاد اینو بالانس بکنه. قبل از اینکه FVG پایینیه رو ببینه قیمت حرکت میکنه به سمت بالا. یعنی شما اینجا میتونید احتمال بالایی بدید که قیمت از FVG اول برمیگرده و استاپتون رو زیر این BPR قرار بدید. توی این شادویی که داخل این FVG اومده وارد بشید، استاپتون رو زیر BPR قرار بدید. با فرض اینکه قیمت قرار نیست به FVG دوم برسه. البته که اینها احتمالاته. ببینید ما چیز 100% تو بازار نداریم. شما بازی با احتمالات دارید میکنید. احتمالات مختلف رو میسنجید. اون نقطه‌ای که احتمالات قوی دارید تو مشتتون، اون نقطه رو مد نظر قرار میدید واسه ورود کردن. این رو به صورت کلی بدونید. و این هم از این. توی اینجا میتونید وارد بشید. گفتم استاپ پشت این BPR. تارگتمون کجا باید باشه؟ این نقدینگی‌های لو رزیستنسی که اینجا هستن. با زدن این نقدینگی‌ها شما از بازار خارج میشید و دقیقاً این نقدینگی‌ها با کندل ساعت 8:30 که اخبار بوده، اخبار CPI بوده، با اون زده شده. حالا من تو ویدیوی خود CPI احتمالاً بیشتر توضیح میدم راجع به این موضوع. ولی به صورت کلی حواستون باشه روز CPI رو اصلا ترید نکنید. واقعا ضرری که ممکنه براتون داشته باشه اصلا خیلی بیشتر از چیزیه که ممکنه منفعت داشته باشه واسهتون. اما بریم سراغ توضیحات گروه و توضیحاتی که باید خدمتتون بدم. ببینید من یه گروهی ساختم
چند تا بخش داره این گروه. ببینید قسمت چت کردن مشخصا جاییه که چرا این شکلی شد؟ آره، قسمت چت کردن جاییه که صحبت میکنیم. سوالی شما اگر دارید میپرسید از من سوال در رابطه با این استراتژی که خدمتتون توضیح دادم، این ویکلی ریویو هایی که ضبط کردم یا ویدیوهای دیگه ای که ساختم، من در خدمتتون هستم، میتونید سوال بپرسید. این قسمت نمونه ترید است. اگر با این استراتژی که من دارم توضیح میدم و آموزش دارم میدم، اگر پوزیشنی گرفتید که به نظرتون جالب بوده، میتونید اینجا شیرش بکنید. این تاپیک رو قرار دادم برای اینکه پرسش و پاسخ هایی که انجام میشه و مفید هست رو اینجا به صورت ذخیره داشته باشیم که اول هر کسی اومد داخل گروه این پرسش ها رو بخونه و سوال شاید توی این پرسش پاسخ ها بود اونجا، و به صورت آرشیو ویدیوهایی که ضبط میکنم، هم ویکلی ریویو هم نکاتی که به صورت ویدیو ضبط میکنم اینجا هستش. میتونید به این صورت از اینجا استفاده کنید. لینکش هم داخل کپشن میذارم. همین، امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. این استراتژی رو توی تحلیلاتون استفاده بکنید. پیشنهاد شخصی من به شما استفاده از ستاپ ها و استراتژی های کاملا مکانیکال نیست. احساس میکنم که استراتژی های کاملا مکانیکال اون بازدهی لازم رو برای شما نداره. شما اگر دارید ICT کار میکنید، پیشنهاد من اینه که اون چیزی که من از ICT فهمیدم اینه که باید بتونید تحلیل بکنید، باید قوه تحلیلی و استنتاج داخل چارت رو پیدا بکنید تا بتونید درست از ICT استفاده بکنید. اینکه صرفاً یه استراتژی مکانیکالی، مثلا چه می‌دونم یه اوردر بلاکی پیدا کنید، صرفاً برید یه دونه لیمیت بکارید روی اوردر بلاک و برید، اینها استراتژی‌های کارآمدی نیستن. باید بتونید تحلیل بکنید. اول از همه هر استراتژی که دارید، هر مدلی که هست، باید بتونید کشش نقدینگی رو توی اون ستاپ پیدا بکنید. یعنی اولین کاری که اون استراتژی باید براتون بکنه اینه، کشش نقدینگی رو باید پیدا بکنید. بعد از اون با یک سری تاییدیه در جای مناسب و زمان مناسب باید بتونید پوزیشن بگیرید. اینها چیزاییه که ستاپ ترید با لندن در اختیار شما میذاره. امیدوارم به دردتون بخوره. تا هفته آینده و ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.